باز هم سلام دارم در خبرت خدمت شما برای کمی گپ در مورد برخی خبرهای مهم این هفته. اول از همه اکبر کوسه بدجوری زده یارو به جاده شوسه، صاف صاف توی بیت مشغول پختن حلوای رهبره، میگه بابا نه آب لیمون نه کره براش بی ثمره، همین روزا دمره. ولی اشکالی نداره، بالاخره خود ما هستیم. این بدنی زهر رو نکشید که برای ما هم بهتره. این وسط بسیجی ها کشتیشون بیلنگره. ولایت خورد و خمیره چی کار کنیم چی کار کنیم، اگه عظمامون بمیره چی کار کنیم چی کار کنیم. در ادامه خبرها عرض کنم خدمت شما به محض اینکه شرایط ثبت نام در خبرگان شده اعلام، جمع کثیری از دایناسورها برای عرض اندام ثبت کشیدن. چخه واه. و اما یک خبر دیگه از اکبر شاه، گفته اینهایی که واسه بنده موی دماغند همشون مثل کلاغند. این یارو لاته ملا رسایی در جواب گفته حاجی خیلی با ما تن به تن هستی، اگه ما کلاغیم تو مثل کرگدن هستی. بابا این نظام یا باغ وحشه. خوب شد تموم شد خبر اپ هفته. چی؟ یک خبر از دستم در رفته؟ آها بله، این خبر واقعا دست اوله. تنها در 24 ساعت 6 پاسدار جانی و دله افتادن تو سوریه توی تله، یعنی ترکیده برگشتن. بله، پایان خبرم. خدا نگهدار.